خب از وقتی که ایران و آمریکا برگشتن سر میز مذاکره، دلار بیشتر از 20,000 تومان ریخته. الان شاید خیلی سوالشون این باشه که آیا ممکنه دلار دوباره برگرده به قیمت 50,000 تومان؟ توی این ویدیو قراره دقیقاً در مورد همین موضوع صحبت کنیم که آیا باز هم امکان داره دلار بیشتر از این قیمتش بریزه؟ اصلا فرض کن همین فردا ترامپ بیاد تهران و بشینه با مسعود پزشکیان در مورد آینده ایران و آمریکا مذاکره بکنه. آیا روند بلند مدت دلار رو عوض میکنه و قراره از این بعد دلار نرخش کاهشی بشه و دیگه رشدی نکنه؟ بریم رو آیپد با هم صحبت بکنیم. این جدول داره چی میگه؟ این جدول داره ارزش واقعی دلار رو توی سالهای مختلف بر اساس اختلاف تورم سالانه ایران و آمریکا مشخص میکنه. حالا چی میشه؟ خیلی ساده است. اگه تورم سالانه ایران از تورم سالانه آمریکا بیشتر باشه که عموما همینه، ما شاهد افزایش ارزش دلار هستیم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم توی سال 1404 ارزش دلار 84,000 تومانه. نکتهش چیه؟ نکته کنکوریش اینجاست که ارزش و قیمت با هم فرق میکنن. همین الان قیمت دلار حدود 88,000 تومانه اما ارزش واقعیش حدود 84,000 تومانه. پس بعضی وقتا ارزش و قیمت با هم یکی نیستن. من هم مثل همه مردم دوست دارم دلار همین فردا بشه 50,000 تومان. اصلا 50,000 تومان چیه؟ بشه 10,000 تومان. فقط نکته مهمش اینجاست که فقط با توافق این اتفاق نمیفته. باید تغییرات اساسی توی اقتصاد کشور شکل بگیره. مثل چی؟ آقا قبل از قطعنامه جنگ ایران و عراق دلار 130 تومان بود. بعد از قطعنامه شد 60 تومان. اما سال بعدش، یعنی فقط بعد از یک سال، وقتی شرایط جنگی از بین رفته بود و همه چی به شرایط عادی برگشت، دلار برگشت روی 130,000 تومان. پس اگر شرایط تغییری نکنه، ما سال 1405 با همین فرمون ارزش دلار 125,000 تومان خواهد بود. خب حالا توی کامنت ها بهم بگو به نظر تو دلار قراره بازم بیشتر از این بریزه یا نه قراره رشد بکنه؟ توی کامنت ها منتظرت هستم.